کیمری‌ها کاوش‌های археологی نشان می‌دهند که در هزار ساله‌های 4 و 3 قبل از میلاد در حدودهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی آریایی‌ها زندگی می‌کردند. از بیکال تا رود دان، از دونای تا آسیای صغیر را در بر می‌گرفت. هر تاجیک باید بداند که گذشتگانش دولت‌های بزرگ را در دست داشتند. در کتاب مقدس اوستا از 5 محل آریایی‌ها که در آن سکونت داشتند یادآوری شده است. کیمری‌ها دوام دهنده تمدن عصر برنجی بودند. کیمری‌ها نخستین زراعت پروران و چارواداران منطقه بودند. آنها نخستین آباد کنندگان شهر و دهات در سرزمین‌های اوکراینی و جنوب روسیه می باشند. قبرهای کیمری‌ها از سکیف‌ها فرق دارد، چون که در قبرهای کیمری‌ها آلات‌ها از میز و از استخوان ساخته شدند. درباره کیمری‌ها مأخذهای آشوری و یونانی معلومات‌های بیشتر دادند. در 1000 ساله یکی قبل از میلاد کیمری‌ها در ساحل‌های دونای و آخشیان عمر بسر می بردند. در عصرهای 9 و 7 قبل از میلاد در آسیای صغیر کیمری‌ها دولت داشتند و آنها 3 مراتبه به حدود دولت آشور لشکرکشی کردند. مأخذهای آشوری و یونانی چنین یادآوری می‌کنند که کیمری‌ها خلقان فاتح، شجاع و جنگاور بودند. هرودوت می نویسد که در عصرهای 8 و 7 قبل از میلاد کیمری‌ها در ساحل‌های آخشیان می‌زیستند. بعد از عصر 7 قبل از میلاد درباره کیمری‌ها در یگان مأخذ یادآوری نشده است، چون که آنها با سکیف‌ها یکجای شده از میان رفتند.